در حوزه کنفرانس بین المللی آیین به حقوق انسان که گذرانده شده است در ورشو اشتراک داریم و امروز از موضوعی که درباره آزادی وجدان در کنفرانس مباحثه شد، ما هم نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان اشتراک کردیم و حقیقتا هم همین امکانیت بود که من درباره فاجعه عائلوی خودمان برای جهانیان گفتم و میخواستم حقیقتا هم سببگاری اساسی جنگ شهروندی تاجیکستان را برای جامعه جهانی گفته باشم و این بسیار به من تاثیرات عمیق داد. گمان میکنم که دلخواه جنایت، دلخواه خیانت به وطن و ملت باید جوابی خودش گفته باشد و آنهایی که امروز در خارج کشور خودشان را وطندار، منفعت داری ملت تاجیک میحسابند، تحریف میکنند که فکت های تاریخی را تحریف میکنند که گویا در جنگ شهروندی یگان عیبی نداشته باشند و بسیار تاسف میخورم که امروز آن گروه های تروریستی اکستریمیستی، گروه هایی که از خواجگان خارجیشان به عوض پول و مال امروز در خارج کشور سرسان هستند، امروز به وطن خود، به ملت خود سخنهای ناسزا میگویند، خیانت میکنند و دروغ میگویند و امروز خواستم یک حقیقت عائله تاجیک را که یک فاجعه تلخ عائله ما هست و هزارهای عائله ها در تاجیکستان شاید تا آخر عمر به خاطر شهید شدگانشان همیشه غم خورده باشند، درد آنها را به عالمیان گفته باشند و من بسیار مسئولیت دارم در نزد وجدانم، در نزد وطن، که باید مسئولیت همچون شهروندی خود را، همچون زنی تاجیک، همچون آنی که میداند که تاریخ استقلالیت تاجیکستان با کدام جانیساری ها به دست آمده است، به مردم گویم و امروز بسیار خرسند هستم که جامعه جهانی، تمام نمایندگان قریب 60 دولت دنیا توانستند درد فاجعه یک عائله تاجیک را دانسته باشند و من بسیار تاسف میکنم از آنهایی که خودشان را بیگناه میگیرند و میخواهند خودشان را سفید کنند. یک چیز را فراموش نکنید، تاریخ را نمی نویسند، تاریخ را به وجود می آورند با عملهای نیک یا بد. شما در تاریخ نوشته میشوید، در تاریخ همچون خیانتکاری وطن، لیکن من بسیار از آن افتخار میکنم که وطن دارم، مرا وطن انتظار است و آرمان هر یک زنی تاجیک را برای آینده وطن خود، بنیاد باز هم دولت زیبا و بهشتی تاجیکستان سهمی گذاشته باشم.